اخیراً یه لیستی در اومده که تو اون چلسی تیم اول بین همه تیم‌های تاریخ فوتبال تو هزینه کرده. شاید بگی خب از وقتی که آبراموویچ اومده و تیم مالکیتی جدید چلسی هم اومده 4 میلیارد یورو خرج کردن چیز عجیبی نیست. من هم با شما تا شاید حتی موافق باشم، ولی تیم دوم و تا تیم پنجم ششم تفاوت‌ها خیلی متفاوت‌تر از 1 میلیارد یورویی که از رتبه اول تا رتبه دوم هست. دلیلش میتونه دقیقاً مربوط باشه به ویدیوی قبلی. چلسی یه تیمی تو فرانسه خریده به اسم استراسبورگ و دنبال اینه که تو پرتغال و چند تا کشور دیگه این کارو بکنه و هی بازیکن‌های قرضی و خب تعویضی خرید و فروش بین این باشگاه‌ها راه بندازه. عملاً سیاستش که زیر 23 سال خریدن بازیکن‌هاست، یه جورایی تبدیل کرده مالکان چلسی رو به بازیکندار کنار باشگاهدار و خب احتمال زیاد این سیستم مدیریتی یک سودی براشون برآورد کرده که خیلی تمرکز کردن تو این راه. جامپی که خورده مثلا چلسی خیلی واضح میشه به یه چیزایی که عینی دیده شده ربطش داد. سال 2021 چلسی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد و از اون لیست تیم تنها 2 بازیکن الان تحت قرارداد چلسی هستند. نه تنها که خیلی از اون بازیکن‌ها هنوز دارن بازی میکنن و بازنشسته نشدن، بلکه با قیمت‌های مناسبی هم فروخته شدن. ولی شما اگه یه تیم 25 نفره و 26 نفره اون سال رو به الانی که 40 نفر تحت قرار دادن تبدیل کنید، مشخصا حدود 38 تا 39 تا بازیکن رو شما خریدید. پس معلومه که یک جامپ گنده بین رتبه 2 تا 1 خواهیم داشت. از اون تیم فقط ریس جیمز تو تیم مونده و بن چیلول که بن چیلول خب قراره بره از باشگاه. پس این همه هزینه کرده چلسی، حداقل میشه گفت که مقدار زیادش تو این 3-4 سال اخیر بوده که واقعا هنوز من به عنوان طرفدار چلسی درک نمیکنم.